الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، سوال آمده است که یک زنی هست که شوهر خود را احترام نمی کند، پدر و مادر شوهر خود را احترام نمی کند و حتی سخنهای قبیح، دشنامهای قبیح می گوید و کمک هم نمی کند به آنها از مسئله کمک کردن و یاردم کردن. عموما به نهایت معامله زشت و سخت با شوهر و پدر و مادر شوهر دارد. حکم این زن چیست؟ الله المستعان. این زن بدبخترین زن است. این زن زنی است که به همین عملش، به سبب همین عملی زشتش وارد دوزخ می شود. الله المستعان. اگر توبه نکند، اگر به سوی الله باز نگردد، این عملش سببی عذاب سخت می گردد. یک زن مؤمنه به سبب اینکه یک گربه را اذیت داد، نه طعام داد که زنده بماند و نه باز کرد که به بیرون برای زنده شود، موحده بود اما اذیت کشید. و یک زن دیگر به خاطر اینکه به یک سگ مهربانی کرد و آب داد، گناهش بخشیده شد. چی رسد به شوهر؟ الله سبحانه و تعالی فضل مرد را، فضل شوهر را در بالای زن ذکر میکند. الرجال قوامون علی النساء. مردها حاکمان زنها هستند. بما فضل الله بعضهم علی بعض. با اون چی که الله بعضشون به بعضشون فضیلت داشتن، مرد را در بالای زن فضیلت داده است. شوهر فضیلت دارد. در حدیث آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن ایما امرأة صلت خمسها و صامت شهرها. هر یک زنی که 5 وقت نمازش را در وقتش خواند و روزه فرضی ماه مبارک رمضان را دارد و اطاعت زوجها و شوهرش را اطاعت کند، دخلت الجنة ربها. به جنت ربش داخل می شود. یعنی کی به جنت داخل می شود؟ زمانی که شوهر از زن راضی باشد. امروز این ریزاگی شوهر در نزد زنان یک چیزی ناچیز شده است، فراموش شده است. نظر بکنید به زنهای صحابه رضی الله عنهم که چقدر به خاطری به دست آوردن ریزاگی شوهر عمل میکردند، کوشش میکردند، زحمت میکشیدند که شوهرشون همیشه راضی باشد. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند هر شبی که مرد از زنش غضبناک خواب میکند، ناراضی خواب میکند، تا صبح این زن را ملائکه ها لعنت میکنند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر من یگان نفر را به یگان نفر سجده کردنش را جایز می دانستم، امر می کردم که زنها به شوهرهای خود سجده بکنند. یعنی قدر شوهر در نزد زن به نهایت بلند است. زن باید شوهر خود را احترام بکند، سخنهای قبیح نگوید، تماما قبیح نگوید. افسوس که این زن این چنین بوده است. حکم چیست؟ حکمش گناه بینایت بزرگ است، گناه کبیره است. اگر مسلمان باشد، نمازخوان باشد، موحد باشد، اگر خودش مسلمان باشد، کافر نشده است اما گناه بینایت بزرگ را انجام داده است. اگر توبه نکند مستحق عذاب بزرگ است که الله به این چنین انسانها که صاحب گناه کبیره هستند وعید را وعده کرده است، عذاب بزرگ را وعده کرده است. اما الله کسی را خواهد میبخشد. پس باید توبه کند و از الله ترسد و حقی که الله سبحانه و تعالی برای مرد و شوهر جدا کرده است حق را بجا بیاورد و پدر و مادر شوهر را احترام بکند. پدر و مادر شوهر این پدر و مادر خودش هست. پس دشنام دادن پدر و مادر کسی یا پدر و مادر شوهر، این سبب دشنام دادن پدر و مادر خود است و سبب داخل شدن به دوزخ است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث صحیح میگویند که از ابو هریره روایت است، در سنن مسند ذکر شده است، حدیث صحیح است، میگویند لا يدخل الجنة من سب والديه. هر کسی که پدر و مادرش را دشنام میدهد
داخلی جنت نمی شود. صحابگان می پرسد که ای رسول الله صلی الله علیه وسلم کدام انسان پدر و مادر خودش را دشنام میدهد؟ یعنی این ناممکن است. رسول الله میگن من سب ابا احد فیسب ابا و من سب ام احد فیسب امه. یعنی هر کسی که پدر یک نفر را دشنام داد پدر خودش را دشنام داده است. هر کسی که مادر یک کس را دشنام داد مادر خودش را دشنام داده است و همین سبب میشد که به عذاب دوزخ گرفتار میشود. پس بترسید، از دشنام بترسید، از نوع احترامی شوهر بترسید، از الله بترسید و حق شوهر را، پدر مادر شوهر را بجا بیاورید. حکم این زن گناه کبیره کرده است، اما آیا به این چنین زنها زندگی کردن جایز است یا نیست؟ نصیحت باید کرده شود و چگونه ای که الله فرموده است مناسب باید به همین انسان مناسبت کرده شود. جای رو یک موقت جدا کردن وقتی که نشد، نصیحت کردن نشد، حکم رو از اهلش و اهلش آوردن نصیحت کردن نشد، یک طلاق دادن نشد، در آخر طلاق باید داده شد. شیخی که ما درس می گرفتیم در شرح کتاب موطأ ابن مالک می نشستیم در مدینه منوره که محمد مختار شنقیطی حفظه الله کبار علما در احترام مادر صحبت کرد و گفت قسم به الله وقتی که زنهای شما نو احترامی در حق مادرتون میکند، مادرتون رو به شما بد میکند، در حق مادرتون نو احترامی و دشنام و سخنهای بد میکند، حتما طلاقش رو بدهید که این مستحق زن شدن است. و من فکر میکنم این بهترین نصیحت است که باید همه من شما